اصلا راحت بهش میرسه پیدا کنن، آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه. در ابعاد شخصیت این بزرگوار اون جنبه عرفانی و اخلاقی شهید مطهری هم بایستی مطرح بشه که خب واقعا فصول بسیار شورانگیزی در زندگی این شهید عزیز داره که در اون قسمت هم بد نیست که صحبتی بشه. حالا یا جناب عالی خاطره‌ای بگید یا من یه چیزی به یادم بیاد بگم مناسب هست. مرحوم مطهری رضوان الله علیه یک انسانی بود که علی رغم ظاهری که بهش این رقت ها و لطافت ها خیلی در اون حالت استدلال و مثلا منطقی برخورد کردن با مسائل نمی آمد و تصور نمی شد، باطن بسیار رقیق و لطیفی داشت. یه وقتی ایشون در حدود سالهای شاید 52 53 اون وقتا بود، به یه مناسبتی ایشون میگفتن که من مایل هستم که یک فرصتی پیدا کنم و کارهای دانشگاهی و درسی و اینها رو بذارم کنار و برم قم و اونجا، حالا تعبیری که ایشون میکردن شاید مثلا این بود که مثلا خدا رو ببینم یا حق رو مثلا به لقاء حق برسم، یه تعبیر اینجور چیز که مقصود ایشون این بود که برن اونجا و کار فرهنگی و فکری اینجوری و توأم با خلوت مناسب با عبادت و ریاضت و توجه و اینها داشته باشن. یه چنین روحی ایشون داشت. مرد بسیار رقیق و ظریفی بود، به شدت تحت تأثیر هیجانات عرفانی و معنوی قرار داشت. با دیوان حافظ و اشعار عرفانی مانوس بود، با قرآن ایشون زیاد مانوس بود. تصور میکنم اینجور بود که هر شب ایشون تا یه مقداری قرآن نمیخوندن نمیخوابیدن. اینو من دیده بودم البته در تعدادی از سفرهایی که ایشون مشهد داشتن یا با هم فریمان رفته بودیم یا در مشهد با ایشون بودیم، من دیده بودم که بیتوته کرده بودیم با هم، دیده بودم که ایشون قبل از اینکه بخوابن حتما قرآن میخوندن و میخوابیدن. اهل تهجد بود، نماز شب با حالی میخوند. یک شب ایشون منزل ما بودن، نصف شب از صدای گریه ایشون خانواده ما عذاب پریده بود و اول متوجه نشده بود که این چیه، بعد فهمیده بود که صدای آقای مطهری است. ایشون نصف شب نماز شب میخوندن همراه با گریه، با صدایی که از مثلا اون اتاق میشد صدایشون شنید. یه چنین حالاتی داشت و واقعا یه صفایی بر خانواده ایشون حاکمه، بر محیط خانوادگی ایشون یه صفا و معنویتی حاکم هست که این بر اثر همون حالت معنوی ایشونه و خانواده ایشون، همسر محترمشون، فرزندانشون یک حالت معنوی، یک توجهات عرفانی و معنوی رو همهشون دارن که اصلا محیط خانوادهشون اینجوری است و این ناشی از توجهات این بزرگوار. من خیال میکنم بسیاری از توفیقات مرحوم مطهری رضوان الله علیه بر اثر همین حالات بود که برکات معنوی و اون حال و توجه و عبادت و عرفان و اینها ایشون رو موفق کرده بود. از جمله خصوصیاتی که در این تصور من اینه که مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله علیه به عنوان یکی از چهره هایی که در احیاء تفکر اسلامی بیشترین نقش رو داشتند و جزو یکی از پرچمداران این بینش نوین اسلامی و طرح دوباره اسلام در فضای فرهنگ امروزی جهان باید به شمار بیاد. همطور که میدونیم از 120 سال یا 120 سال 30-40 سال پیش به این طرف متفکرینی پیدا شدند که اینها در صدد طرح دوباره اسلام و مطرح کردن معارف اسلامی در میان هیاهوی تبلیغاتی فرهنگ غربی که فرهنگ جدید و مدرن به حساب می آمد بودند، که از این قبیل شخصیت‌های معروفی مثل سید جمال الدین شناخته شدند. اینها رو نسل‌های امروز به عنوان مصلحین اجتماعی و مبارزین بزرگ
و چهره‌های فکری و سیاسی و انقلابی اسلام میشناسند که همه این خصوصیات رو شما در سید جمال مشاهده میکنید. هنر بزرگ سید جمال در مبارزه سیاسی او نبود، بلکه هنر بزرگ او در این بود که اسلام رو به عنوان یک دین زنده و به عنوان یک مایه زندگی و به عنوان یک مکتبی که یک نظام اجتماعی رو در خودش داره دوباره مطرح می‌کرد. تمام تلاش سید جمال و حرکت او در آفاق اسلام از شرق تا غرب برای همین بود که می‌خواست این دوباره نگری به اسلام رو در جوامع اسلامی زنده کنه و اون حالتی رو که در گذشته سالیان دراز بر افکار صاحب نظران اسلامی تحمیل شده بود، حالت خمودگی اسلامی، این رو از بین ببره. ما در میان متفکرین ایرانی و غیر ایرانی، چه عرب چه هندی و غیر اینها، شاید ترک، شخصیت هایی داشتیم که این خط رو دنبال می کردند. چهره های معروفی که بعضی از مؤلفین، بعضی از شعرا، بعضی از فلاسفه در این عصر جدید از این قبیل هستند. من وقتی که نگاه میکنم به این چهره های شناخته شده این ردیف، این روال، مرحوم شهید مطهری رو یکی از برترین اینها به حساب میارم. علت هم همین جامعیتی است که شما بهش اشاره کردید. این مرد یه فقیه بود، یعنی اسلام رو وقتی میخواست تبیین کنه و مسائل اسلام رو بیان کنه از خودش چیزی مایه نمیذاشت. اسلام رو میشناخت، فقه اسلامی رو بلد بود و همونطور که میدونید فقه اسلامی به معنای شیوه استنباط احکام از منابع اولیه اسلام، یعنی کتاب و سنت، و فقیه اون کسی است که این شیوه استنباط رو بلده و درسی هم که برای فقاهت در حوزه خونده میشه در حقیقت درس آشنایی با این شیوه است. خب مرحوم مطهری یک مجتهد بود، یعنی این شیوه رو به خوبی بلد بود. اینجور نبود که به دام افکار التقاطی شرقی یا غربی بیفته، همچنانی که بسیاری از متفکرین مصلح و طرفدار تجدید حیات دوباره اسلام در اون دام افتادن. یک فیلسوف بود، یعنی با معارف عمیق و استدلالی اسلام آشنا. یک سخنور بود، یعنی میتوانست همه اون که بلده به زبان بیاره. یک نویسنده بسیار خوب بود، یعنی میتوانست همه اونها رو بنویسه. تمام این جنبه‌هایی که جناب عالی اشاره کردید واقعا ابعاد یک شخصیت زبده برجسته بود که میتوان او رو یکی از متفکرین و یکی از پرچمداران احیای تفکر اسلامی به شما